درس‌های زندگی، عبرت از خود و دیگران. سلام به شما عزیزی که الان این ویدیو را تماشا می‌کنی. می‌خواهم از یک حقیقت مهم صحبت کنم. حقیقتی که شاید مسیر زندگیتان را تغییر دهد. آن حقیقت این است: زندگی فرصتی برای یادگیری است، اما این بستگی به خودتان دارد که از آن چگونه استفاده کنید. دو نوع انسان در دنیا وجود دارد. در زندگی ما دو دسته افراد را می‌بینیم. انسان‌های زیرک. این افراد نیازی ندارند خودشان هر اشتباهی را تجربه کنند. آنها به اطراف نگاه می‌کنند، از شکست‌های دیگران درس می‌گیرند و مسیرشان را درست انتخاب می‌کنند. این افراد می‌دانند که زمان محدود است و زندگی مدرسه‌ای پر از درس‌های رایگان است. افراد نادان. این دسته حتی وقتی خودشان بارها و بارها زمین می‌خورند، باز هم همان مسیر اشتباه را می‌روند. این افراد به جای اینکه از بلاهای زندگیشان عبرت بگیرند، آنها را به عادت تبدیل می‌کنند. اجازه دهید مثالی برایتان بزنم. در شهر کوچکی دو مرد بودند، حامد و اسماعیل. حامد همیشه به زندگی دیگران نگاه می‌کرد و یاد می‌گرفت. وقتی دید اسماعیل به خاطر طمع و تصمیمات عجولانه شکست خورد، او تصمیم گرفت از طمع دوری کند. اما اسماعیل با وجود اینکه بارها شکست خورد، هیچ تغییری در رفتار خود ایجاد نکرد. او می گفت سرنوشت من همین است. دوستان عزیز، سرنوشت ما چیزی نیست جز انتخاب‌هایی که امروز انجام می‌دهیم. اگر از اشتباهات خود یا دیگران درس نگیریم، بارها در همان چاله‌ها خواهیم افتاد. سخن بزرگان را به یاد آورید. کنفوسیوس میگوید انسان عاقل از اشتباهات دیگران درس می‌گیرد. انیشتین میگوید تکرار یک رفتار و انتظار نتیجه متفاوت نشانه دیوانگی است. این سخنان برای ما هستند تا بیدار شویم، تا بفهمیم که اشتباه کردن طبیعی است، اما تکرار آن اشتباه یک انتخاب است. چگونه یاد بگیریم؟ به اطراف نگاه کنید. زندگی دیگران پر از درس‌هایی است که می‌تواند شما را از شکست‌های غیر ضروری نجات دهد. اشتباهات خود را تحلیل کنید. وقتی مشکلی برایتان پیش می آید، به جای سرزنش کردن خودتان یا دیگران، از آن درس بگیرید. انعطاف پذیر باشید. تغییر سخت است، اما یاد بگیرید که اشتباهات گذشته را به قدم‌های آینده تبدیل کنید. نتیجه گیری. دوستان عزیز، اگر می خواهید به موفقیت برسید، باید یاد بگیرید که زندگی را مانند یک کتاب بخوانید. نه تنها صفحه‌های خودتان را، بلکه صفحه‌های دیگران را نیز ورق بزنید. اگر امروز از این سخنان یک چیز را به یاد داشته باشید، بگذارید این باشد. بدبختی دیگران برای شما درسی است و مشکلات خودتان فرصتی برای رشد. بیایید امروز تصمیم بگیریم که زیرک باشیم، یاد بگیریم و تغییر کنیم. آینده روشن شما منتظر است. همین حالا اقدام کنید.